سلام، بیمکس هستم. امیدوارم حالتون عالی باشه. با اولین ویدیو نقد و بررسی موتورسیکلت در خدمت شما هستیم. اولین ویدیویی که می‌خوایم بگیریم نقد و بررسی موتور گلکسی NA 180 هستش که موتوری که حدوداً یک سال خودم دارم ازش استفاده می‌کنم. می‌خوام توی این ویدیو بهتون بگم که آیا ارزش خرید داره یا نه. با آخر ویدیو همراه ما باشین. امیدوارم که بهترین انتخاب و نسبت به خرید موتور انجام بدین. پیج یوتیوب و اینستاگرام ما هم داشته باشین و با بقیه ویدیو هم همراه باشین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. بیا جلوتر کم. گلکسی NA 180 یه موتور 4 سوپاپ تک سیلندر با انجین 183 سی سی. این موتور از سیستم آب خنک برخورداره. یه موتور بسیار نرم و مناسب. به نظر من توی بازار ایران یه موتور استریت می‌خواستید میتونید حتما به عنوان یه موتور خیلی خفن ازش استفاده کنید. این موتور یه گیربکس 6 سرعته 6 دنده با سرعت بسیار خوب و مناسبی. ما خودمون حدوداً 120 کیلومتری، حالا یکم به قول معروف خیلی زیاده روی کردیم نسبت این موتور، 120 کیلومتر ما با همین رفتیم. سرعت مناسب دنده 6. ترمزای این موتور جفت دیسک هستش. یکی از بدیهایی که این موتور داره اینه که ABS نداره و حالا این یک کمی میشه گفت به قول معروف ایراد موتور هستش. از لحاظ ظاهری موتور بخوایم براتون توضیح بدیم، یه چراغ دو تیکه خاص داره که در قسمت بالا ددلایت ها رو میبینین، نور پایین و این قسمت هم نور بالا. این قسمت هم حالا ما یه کمی چسب زدیم، رنگش سوخته، زیاد مشکلی نداره. و اینکه حالا با ما همراه باشید، بقیه جاش هم بهتون میگم. حالا اینا رو من روشن کنم ببینین شما. این ددلایت ها که با کلید خاموش روشن میشه، این نور پایینشه و این نور بالا. از قسمت بالایی این موتور بخوایم نگاه کنیم، قسمت فرمون یه فرمون دو تیکه داره که یه طور طراحی شده راننده و راکب موتور خیلی راحت و مسلط تره به موتور با توجه به حالا زین و اینا. قسمت سمت راست موتور یه شاسی، اولا که ترمز، اینم گاز، اینا رو داشته باشین. این قسمت یه شاسی قطع کن و وصل کن برق این چراغ ددلایت و چراغ نور پایینه. حالا اون قسمت میتونیم نور بالا اینا رو انجام بدین. استارت موتوره. این قسمت هم که سویچ موتوره. زمانی که فرمون سمت چپ باشه شما سویچ رو میارید داخل و به این صورت فرمون قفل میشه. سمت چپ موتور آینه کلاژ. این شاسی اینجا رو ببینید، شاسی نور بالا، یعنی شما زمانی که نور پایین روشن کردی یا نکردی، حالا اینا مهم نیست، زمانی که بزنی نور بالای موتور روشن میشه. این قسمت نور پایین و بالا رو مشخص میکنه. یه قسمت فلاشر داره که حالا الان فلاشر سمت چپ سمت راست. اینم به شما بگم که این نوع موتور کلا از توی کارخونه فلاشر ندارن، ولی خب ما خودمون به صورت دستی براشون روشن کردیم که یکم جذاب‌تر کنه و شاسی بو. با هم دیگه بریم یه استارت به این موتور بزنیم ببینیم اصلا چه صدایی داره. حالا شما روی کاتاف نرین که موتور یکم فشار میبینه، ولی خب ما واسه اینکه توی ویدیو جذاب‌تر بشه اومدیم روی کاتاف رفتیم و ظاهر و باطن همینه. با ما همراه باشین که بقیه توضیحات هم خدمت شما بگم. خب این موتور یه باک 11 لیتری داره که 102 با توجه به گفته‌های خود کمپانی و نیرو موتوری که اعلام کرده 102 لیتر میسوزونه و من تقریبا خودم داخل این یک سال که استفاده کردم یک هفته حالا مثلا پر کردم، یک هفته منو رسونده. این قسمت روی باک هم حالا بیاین جلوتر ببینین، یه USB شارژر 5 ولت 2 آمپر واسه شارژ کردن گوشی ما بهمون میده. 1 کیلومتر خیلی خفن داره
به نظر من خیلی ببین اصلا شما وقتی کیلومتر روشن میشه تا آخر میره برمیگرده، خیلی کیلومتر بالا داره. من خودم بودن 9000 کیلومتر با این موتور دور زدم توی شهر و اینا. این قسمت سواریشو من به شما بگم، یه موتور بسیار نرمه، یعنی نسبت با همرده های خودش مثل بنلی 180 اس، حالا سی اف 150 اینا، به نظر من یه سواری خیلی نرم و راحتی به شما میده. این قسمت که حالا من امتحان میکنم میبینین که شما چقدر آدم مسلط نسبت به موتور. قسمت ترک نشینش 2 شاسی داره که این شاسی ها رو از مدل 1402 به بعد اینا رو اضافه کردن. زیرش یعنی قبل از 402 این قسمت های زیر 2 شیار داشته، یعنی داره همین الانم که ترک نشین دست از اینا میگرفته واسه اینکه خودشون نگه داره. بیاین ببینیم سواری این موتور چه شکلی هستش. ببینیم الان سر جک ها از روی جک در میاریم، به همین راحتی یه سواری بسیار نرم به ما میده. خدا وکیلی من توی 1 سال چه خودم چه آقا یاسین دوستم و چه بقیه دوستام که NA 180 دارن، خدا وکیلی از این موتور بسیار راضی بودن. چند تا موزل این به قول معروف موتور داره. یکیشون اینه که این قسمت ترک یه خورده به نظر من جاش مناسب نیست، یعنی کوچیکه. البته به نسبت به بنلی 180 اس خیلی بهتره. بنلی 180 اس یه زین خیلی کوچیک داره که اصلا به قول معروف نمیتونه آدم بشینه. این قسمت ها رو که ببینین 2 جاپایی خیلی خفن شیک داره این موتور که ترک نشین نسبت به راننده یکم بالاتره. و اینکه 0 تا 100 این موتور طبق گفته خود کارخونه 11 ثانیه است، یعنی شما توی 11 ثانیه 100 کیلومتر میتونید پر کنین. و اینکه الان امروز فکر میکنم 3 اسفند ماه باشه، این موتور قیمت کارخونهش 190 میلیون تومان الی 195 میلیون تومانه، بستگی حالا به فروشگاه‌های مختلف داره که نسبت به بقیه موتورهای استریت توی ایران یه سواری نرم و خیلی خفنی به شما میده. خیلی ممنونم که با ما همراه بودید. حالا ما تسترهای داخل شهرش رو داخل ویدیو بعدی احتمالاً به شما نشون بدیم و اگر بتونیم 0 تا 100 هم خودمون میگیریم. فقط یه آشنایی به قول معروف خیلی مختصر بود با این موتور. امیدوارم که لذت برده باشین. بقیه ویدیوهای ما رو هم حتما دنبال کنین. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. پیج اینستاگرام هم همین زیر توی کپشن واسه شما مینویسم. فالو یادتون نره. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.